عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت بگیرید بخورید، این است بدن من که برای شما پاره می شود، این را به یادگاری من بجارید. تقدیس بفرما خداوندا که انرژی کافی داشته باشیم که پیام حیات بخش انجیل عیسی مسیح را به گوش هموطنانمون برسانیم، بدون ترس از اینکه مردم چه خواهند کرد و چه خواهند گفت، چون تو زندگی ما را، آینده ما را در دستهای خودت بیوه کردی. بنابراین تقدیس کن و مبارک ساز. به نام خداوند ما عیسی مسیح، آمین. خودشم گفته بود کاری که من میکنم بازی با آتش هست، دست گذاشتن رو لانه مار هست. اومدم خونهشون گفتم با این رژیم در نیفت، اینها نقشه قتل تو رو هم دارن. یه نگاهی کرد گفت من برای خداوند حاضرم. گفتم آخه تو 4 تا بچه داری؟ یه نگاهی کرد گفت دیباجم 4 تا بچه داره. Hike's campaign for success. من خودم شخصا وقتی با این مسئله شهادت ایشون مواجه شدم مثلا یه قوت قلبی پیدا کردم. انگار مسئله مرگ یک مهاجرت کوتاهی شد از این دنیا به اون دنیا. بیشتر اون آیات کلام خدا برای من زنده شد. مسئله بهشت و ملکوت خدا برای من خیلی زنده تر و ملموس تر شد. فهمیدم که چرا پولس مثل برادر من میتونست بگه که من بین 2 چیز گیر کردم. از یه لحاظ میخوام که زودتر برم به آسمان، ملکوت آسمان را ببینم. از یه طرف هم میبینم که وجود من برای خدمت به کلیسا لازمه. The Church of Iran did not die under such persecutions. It continued to grow. پزشک قانونی شدیم. در اونجا آلبومی جلوی ما گذاشته شد که در اون عکسای اجسادی بود که بی‌هویت بودن، قطعات بدنی که سوخته بودن یا در تصادف قطع شده بودن. و بعد از نگاه کردن تمام این عکس‌ها با خوشحالی متوجه شدم که پدر من در هیچ کدوم از این عکس‌ها وجود نداره. و در حالی که کم کم آماده می‌شدیم که برگردیم، گفتن که یک عکس دیگری هم هست که می‌خوایم این رو هم ببینیم. وقتی این عکس رو آوردن و روی میز گذاشتن، من در این عکس چشمایی رو دیدم که برای سالها منو محبت کرده بود. و اگرچه این چهره در خون آغشته شده بود، ولی تشخیص این چهره برای من خیلی سخت نبود و متوجه شدم که این پدر من هست. که عیسی مسیح صلیب شد، یک نفر میدونست که عیسی مسیح به جای او صلیب شد و اون باراباس بود. اگه در کلیسای ایران یه نفر میدوند که برادر هایک به جای او جان، من هستم. و کاش دعای همه ما امشب، عهد و پیمان همه ما امشب با عیسی مسیح همینطور باشد، همینطور که تو به جای من جان تو فدا کردی. من قول میدم از این به بعد هر دقیقه زندگیم رو برای جلال تو زندگی کنم و برای تو بمیرم. داشتیم که به محل قتل بریم و این شخص افغانی رو که اولین شخصی بود که جسد رو پیدا کرده بود ببینیم و صحبتی داشته باشیم. ایشون میگه که من کارت شناسایی رو که در جیب پیراهن ایشون دیدم و اون صلیبی رو که روی کت ایشون دیدم برای من واضح بود که ایشون یک شخصیت شناخته شده مسیحی بود. خاک زدیم کنار، در اون گل در از بارونم میومد، در گل و لجن باور کن فقط یک نایلون، یک مشما بود که روی بدن برادر هایک بود کشیده بودن. از با صحنه بسیار فجیع روبرو شدیم. یعنی مسلماً هیچ کدوم از ما چنین صحنه ای رو تو عمر خودمون ندیده بودیم. بدن ایشون مسلح شده بود از ضربات چاقو. روی قلبش یک پارگی به اندازه
مینیمم 10 سانتی متر میشد. سوراخی بود که شاید فکر کردم با چی اینو زدن، شاید دیلم، آهن، من نمیدونم. و من میتونم اعلام بکنم که برادرهای عزیزان 2 بار قلب خود را تسلیم عیسی مسیح کرد. یک بار وقتی به او ایمان آورد قلبش را داد و یک بار در شهادت او قلبش سوراخ شد به خاطر عیسی مسیح. اصولا وقتی که در این حالت به اصطلاح فوت میکنه همین حالت فریز میشن. ولی جالب بود که ایشون صورتشون بسیار آرام بود. یعنی موقعی که روحش رو میسپرد مطمئنا اون دعای مسیح را میکرد: خداوندا اینها را بیامرز که نمیدونن چه کار میکنن. All Christians knew what a great sacrifice the church had given. Pike said that if his life would be taken away, he would be ready for that. But he made one request. We will see you in the morning.